ماجرای قتل آقا محمد خان قاجار رو شنیدید؟ قطعا هم تعجب میکنید و هم میخندید. در تاریخ اومده که آقا محمد خان در جنگ بوده که تعدادی خربزه بهش میارن. لایک رو بزن بریم ادامش. خربزه ها که تموم میشه آقا محمد خان شک میکنه که چرا زودتر از زمانش خربزه ها تموم شدن. میفهمه که 3 نفر از آبدارچی های خودش اون خربزه ها رو خوردن و دستور اعدام اون 3 نفر رو صادر میکنه، اما چون جمعه بوده اعدام اونها برای شنبه موکول میشه و در کمال تعجب به اونها اجازه میده که روز آخر زندگیشون رو به او خدمت کنند. اون 3 نفر که مرگ خود را حتمی میدیدند آقا محمد خان رو ترور میکنند. بنده خدا تو عکساش هم یه غم خاصی داره.